هم خدمت همه شما بیننده های عزیز. کار پل بیننده عزیز به شدت جریان داره دیگه. اینه سرمایه انگفتی را از راه دور به خاطر پیشبرد پروژه پل هزاره کمالستان در نظر گرفتن و پل هزاره کمالستان کارش تقریبا 90% به پای اکمال رسیده، تکمیل شده. ما پل یک دفعه در کابل بسته‌بندی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. درود بر روان پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و آل بیتشان. عرض سلام دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و خوب کمالستان میدیای قبلی و اکنون یوتیوب رامین کمالستانی. بیننده عزیز، امیدوارم که در هر گوشه از دنیا که هستین حال احوالتان خوب باشه. سلام مجدد بیننده عزیز، امیدوارم که حال احوالتان خوب باشه. دیگه ما به خیر آمدیم در ساحه پل کمالستان. نفتن بعد گذاشت که اینجا بسیار یک راه اسپورت بود که یک مرکب با مشکل کتی بارش تیر می شد. دیگه آغازی را که ما شروع کردم با کمک مالی درورا این ساحه را بسیار کلان کار کردیم. وسیع شد دیگه شد. خب بالاخره نسبت بعضی ملاحظاتی که پیدا شد و مصروفیت های ما بیرون از این منطقه و دیگه ولسوالی ها شد، بالاخره تصمیم باید شد که ما کار با مهندس سراج‌الدین بدخشی و شورای قوما بسپاریم. دیگه قبلا کانکریت و پایه ها و آیه های پل به صورت اساسی پخته شد و 1 سال 5-6 ماه سری از او تیر شد که جوش کنه و محکم شود، چون وقتی که دریاخانه یک اندازه چقور و جای سایه و گپا بود.
دیگه الحمدلله اینا باز هم به کمک همه شما برادرای عزیزی که از 5000 افغانی شروع تا 50 و 1 لک و هر قدری که کمک کردیم. یک قسمتی که ما مصرف کرده بودیم البته در دو ویدیو قبلی به شما گزارش دادیم. یک قسمتی که مولوی بدخش چی کرده بود انشالله دیگه اینا با کمک بعد از گزارش برادر بزرگوارمون انجینر خالق نجیر و آقای ما شمامه که اینجا بسیار از راه دور زحمت کشید آمده بودن گزارش گرفتن و برادرمون تیمورشاه آقای پیدا کرده بالاخره کمک انگفتی را انشالله اونا کردن قرار دیگه بخیر. نه برادرای ما هم از شرکت چیز از بیسود هستن اینجا آمدن به خاطر بسته‌بندی و کاری پول دیگه. پول کمالستان بسیار یک پروژه کلان و یک جنجال کلان داره و جنجال کلانش است بیننده عزیز که دریاخانه بسیار چقور است. بالاخره داخل چی کردن بسیار مشکل سرانجام شاید حال مولوی بدخش هم اینجا می آید از اونا بیشتر در رابطه با کار صحبت میکنیم دیگه. بیننده عزیز چیز است این آهنای هستن که از کابل خریداری شده و بسته‌بندی شده اینا آمده جمع همه آهنا هست دیگه. بالاخره به خاطر چقوری دریاخانه مجبور شدن که از چی استفاده شود از خوازه استفاده شود همچنان کرین که بسیار به مشکل از راه دور کرینگ آمده که اینا را بالا بکنه و قایم بگیره و به خاطر بسته‌بندیشان از کرینگ هم استفاده شدن دیگه. خیلی از کار بخیر پیش رفته دیگه. در اینجا تلاش جریان داره که بخیر تا مدت کمتری دیگه بخیر بسته‌بندی و ما شاهد افتتاحی پل باشیم دیگه. این قسمت ها را هنوز سیم و سیخ و جال بافتن که چی شود. یک نگرانی هایی که در تصویر قبلی دیده بودین که فاصله پل در روی دریاخانه ببینین که چندین پایه اینجا بسته‌بندی شده این طرف آمده و چند متر این طرف پل در روی زمین است و چند متر اون طرف پل در روی زمین است. این برادر ما که از کابل آمدن اینجا دیگه. یک جنجال کلان عمق دریاخانه بود تقریبا 30 متر از قاری صاحب چقورش 25 متر چقوری دریاخانه بوده که داخل ببینیم دو عزیز 25 متر چقوری دریاخانه بوده که خوازه بندی شده دیگه. خوازه بندی شده که اول همین پایه ها بخیر تیر شده و پایه ها تیر شده بخیر انشالله که دیگه کرین چه کنه. اینجا خیمه هم برای برادرایی که از کابل آمده زده شده که همینجا شبانه روزی مشغول کار هستن. امیدواریم که از همه برادرایی که واقعا نگران بودن همه روزه از ما سوال میکنن که پول کمالستان به کجا رسید ازشان پوزش میطلبیم که نسبت بعضی مشکلات ها و دور بودن راه و انتقال این آنالات از کابل تا اینجا یک ذره زمانگیر شد و یک اندازه چی شد. انشالله خوب همون ضرب المثل است که میگه هرچی دیر آید و خوب آید. امیدواریم اگر دیر هم است و یک چیز خوب به وجود بیاد. کار پل بنده عزیز به شدت جریان داره دیگه. این قوما و فامیلا همه این مامای ماست این بچه های خالم دیگه. این زورالدین خان باجه هم کلگی آمده دیگه. به شدت کار جریان داره. جنجال کلان و مشکل اساسی پل همونو دریاخانه است. این پل قدیمی سابقه نه. سلام مجدد بنده عزیز، امیدوارم که حال اولتان خوب باشه. سلام احترامات خاص باعث تیمورشاه تقدیم میکنیم که حالشان خوب باشه. سپاسمندشان هستیم که سرمایه انگفتی را از راه دور به خاطر پیشبرد پروژه پل از کمالستان در نظر گرفتن و توسط انجینر خالق نجیر و مولوی بدخشی که مسئولیت پیشبرد پروژه پل کمالستان داره. اکثر بینندگان عزیز بارها با ما در همه ویدیو که نشر میکنم کامنت میکنن. اگر ویدیو از تشکان هم از کامنت میکنن که پل هزاره کمالستان به کجا رسید. اگر از هزاره پس شخ هم از هزار ولسوالی ولایتی که من نشر کردم خب خدا خیرشان بده. خیلی سپاسگزارش هستیم که تعقب میکنن ببینن
که پروژه به کجا رسیده. بنده عزیز نسبت مصرفیت های بیرون ولسوالی ارگو که در دیگه ولسوالی ما دارم و تشکان و دیگه ولسوالی ها و بیرون ولایتی بعضی مسائل دیگه که بوده زود نتونستیم اینجا بیایم گزارش با شما داشته باشیم. امروز آمدیم اینجا که ببینیم. ما خبر شدیم که اینا اینجا آمده مولای سبدش فکر خیلی وقت میشه اینجا حضور دارن. بین از خودشان بشنویم از رئیس شورا و دیگه برای که اینجا هستن چقدر کارشان پیش رفته و چقدر کار دیگه مونده. برای فقط هدف سفر ما برای اطمینانی و دوستای هستن که بارا از ما سوال کردن که یک گزارش نگرفته که پول کمالستان به کجا رسید و سرانجامش چی میشه. بیشتر از خود مولای صاحب میشنویم. سلام مولای صاحب، شما خوب هستین؟ سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. پل هزاره کمالستان کارش تقریبا 90% به پای اکمال رسیده، تکمیل شده. ما پل یک دفعه در کابل بسته‌بندی کردیم نسبت مشکلات و انتقال راه. پس ما پل پارچه کردیم، اعلا کردیم، دوباره با ذریعه 2 کماس در اینجا انتقال دادیم که میبین تمام آهنالات آمده، پل بسته‌بندی شده رایست. انشالله در ظرف 1 هفته یا کمتر و بیشتر انشالله کاری پل تکمیل میشه. و ما یک تشکری ویژه و خاص از جناب حاجی صاحب تیمورشاه خان میکنم و قومایی که پیشتر هم کمتون برای ما فرستاده بودن، برای فعلا که تمام پروژه را مصارف مخرجات حاجی صاحب تیمورشاه به دوش گرفتن. ما از اونا سپاسگزاری میکنم و از همیش قوما برشان دعای خیر میکنن. واقعا بسیار پولی انگفتی را در حدود $70,000 در این پل هزاره کمالستان حاجی صاحب تیمورشاه خان مصرف کردن. شاید هم یک تعداد مصرف دیگه هم تا زمان تکمیل شدن و رنگ و بسته‌بندی و بعضی کارهای مردکار و دیگه و چیزا داشته باشه. انشالله همه اونا به دوش گرفتن، تکمیل شده. تمام قوما عزیزا بینندگانی که در هر گوشه دنیا هستن مطمئن شوند که پل هزاره کمالستان 90% کارش تکمیل شده، مکمل. همه تمام سامانالات و آهنالاتی که بود از کابل از جاهای دیگر در اینجا در سر موقعیت پل هزاره کمالستان انتقال دادیم. برای فعلا انجینر صاحبات در حدود 10 نفر آمدن در اینجا بسته‌بندی دارن، مصروف کار و مصروف بسته‌بندی هستن. انشالله در ظرف 1 هفته یا بیشتر انشالله کارش تکمیل میشه، بسته‌بندی میشه، به دسترس مردم قرار میگیره. دیگه مردم از این مشکلاتی راه و از مشکلات رفت آمد دیگه خلاص میشن. جور موفق. تشکر مولای صاحب. خیلی چیز بوده زمانگیری پول، دلیلش چی بوده که مثلا یک اندازه دوستا بارا سوال میکنن که چرا دیر شروع شد، دیر خیلی وقت شد، تقریبا 1 سال سر از این گذشت. دلیل مشخصی چی بوده؟ و دلیل زیاد داره. یکی از دلایلش این است که اینجا به خاطر قطع دریا هست، سایه هست، زمستان بود. ما خواستیم که تا که پایات درست جوش بخوره در آینده کلا مشکل خلق نشه. دوم از این کار بسته‌بندی و ساختن پل در کابل بود. ما در اونجا جور کردیم، میره تکمیل کردیم، بعد از اون انتقال دادیم. یعنی مشکلات متعددی داشت. بنا با مشکلات ها ما ایرا درمانیش و دیگر از که در اوایل ما تمویل کننده قوما داشتیم که 4000 و 5000 و 10000 و 20000 هر جا میفرستاد و در آخر خدا خیر بده حاجی صاحب تیمورشاه خان که به دوش گرفتن پل ما فرستادن. با کار ما به جدیت شروع شد و در ظرف چند ماه را به تکمیل رسانیدیم. به اون خاطر بود که تاخیر و درمانی شد. باز مولای صاحب قراره که میبینیم یا اینا خیلی سنگین و کلان است. انتقال از اینا از کابل تا اینجا خصوصا از شهر آتینجلا و تا این قریه که سرک نهایت خراب است، چه دشواریایی را پیش رویتان قرار داد؟ خود دشواری خود زیاد است. راه خراب بود، گلایا خراب بود. قومی خدا خیرشان بده پایین شدن با بیل کلند بعضی گلایا را بعضی راه را جور کردن با امونا آهسته آهسته ما مشکلات در اینجا رساندن. بار ایرم در سر سرک عمومی تا کردیم که با مردم تمام آهنالات با دست خودشان یک تعدادی که به دست مردم زورشان میکشید و به حساب توان انتقالش داشتن با دست کردن. باقیش ما به ذریعه مازدا در اینجا انتقال دادیم. برای فعلا میبینید که اون جر ثقیل آوردیم، ما خوازه آوردیم. این مشکلات ها به خاطر از اینکه تا که ما بتونیم درست‌تر بسته‌بندی بکنیم خدا نخواست کدام تلفات نداشته باشه، کدام نقصان جانی برای مردم واقع نشه. جناب مولای صاحب وقتی که ببینیم بندای عزیز نیاز مبرم و جدی که وقتی مردم دارن، شما ببینید آیانه سنگینه تقریبا از فاصله 200 یا 300 متر زیاد فاصله است تا این سر پل.
این مردم ها ایره قوم های هزاره سرای داره با پشت دستشان به اینجا انتقال دادن. فکر کنم جریق ساکل نه اومده دیگه نه. بله جاری ساکل تقریبا یک هفته شده آمده و به خاطر نه کارهای پول تا بالا میکنه آهن‌ها را به خاطر وصل کردنش با انجینرها همکاری میکنن. جناب مهندس صاحب این خوازه را فکر کنم خیلی زیاد هم مصرف شده و بسته‌بندی از این از کجا انتقال دادین، توسط چی انتقالی از کجا شد؟ ما خو اول رفتیم فیض آباد، فیض آباد زیاد گشتیم مرکز بدخشان پیدا نکردیم، اگر جایی پیدا کردیم زیاد قیمت بود دیگه، به حساب فکر کنم در حدود 6 لک و 7 لک میگفت، با دیدیم که بسیار نامناسب است دیگه، از توان ما با ولاس با رفتیم تخار، رفتیم با تخار هم یک روز مکمل جستجو کردیم، از یک جا پیدا کردیم، بار در قیمت 2 لک افغانی ما را کرا کردیم، یک ماه آوردیم بسته بندی کردن که این به خاطر از این بدون از این نمیشد، به خاطر از این که این راهی که مسیری که هست از این طریق جری ثقیل بگم یا کرینگ آمده نمیتونست، با مجبور شدیم گفتیم خوازه بسته بکنیم، از یک طریق جری ثقیل بیا مو کرینگ بیا با ما همکاری بکنه. ببینن ما را با از تخار به ذریعه موتر کلان به حساب انتقال دادیم در اینجا، بعد از اینجا مردم به دست خود آوردن اینجا رسانیدن. جناب مهندس صاحب چقدر وقت میشه که شما از خانه از کابل دور هستین و در اینجا مصرف پول هستین میشه کیرم؟ ما خب برای دایی آمدن دایی سفر آخریم تقریبا یکی نیم ماه میشه که من در اینجا هستم دیگه، همیشه رفت آمد دارم که فکر بکنی اگر یک در روز 20 روز در کابل در خانه باشم دیگه یک ماه و یک نیم ماه 2 ماه همیشه سر کار هستم، بخاطر که در سر کار نباشه کار درست نمیشه، خود نس کدام خطایای رخ میده یا مردم کار نمیکنن، مجبور هستیم که به سر کار باشیم، همیشه از کار مراقبت بکنیم که در کار ما خود نخواسته کدام سکتگی به وجود یا کدام ناقص یا چیزی به وجود نبیه. خیلی ممنون مولوی صاحب. آخرین پیامتون برای بیننده خصوصا برای آقای صاحب بزرگوار چی است؟ تشکر. پیام ما از جناب حاجی صاحب ما فقط سپاسگزارش هستیم، ما درخشان دعاگو هستیم، دعا میکنیم که رب العالمین در عمرشان، در مالشان، در زندگیشان، در کاروبارشان خیر برکت نصیب بکنه که واقعا برای یک فرشته نجات بزرگوار پیدا شد، در حالی که ما بزرگوار نه دیدیم نه میشناسیم نه کدام تعریفی داشتیم، خودشان مانند که یک ملائکه به یک فرشته نجات بیا آمدن، با ما همکاری کردن، دست همکاری دراز کردن، ما را از این بدبختی از این مشکلات نجات دادن. اگر اینا نمی آمدن، اگر ما در کمک های قومی میشیم شاید از 4 سال و 5 سال شاید یک پول ما به تکمیل نمیرسه، به خاطر از اینکه هر کس با ما حد توانی خود، کسی 5000 کسی 10000 کسی 20000 یا کم یا بیش همکاری شدن. خدا خیر حاجی صاحب با ما همکاری کرد که این پول ما به تکمیل رسیده، ان شاء الله پول هم دیگه در تاریخ مردم ما با قلم زرین به نام حاجی صاحب تیمورشاه خان ثبت میشه، به خاطر از اینکه اونها 90% تمام مصارف پول اونها با پرداختن که یک 10% یا کمتر زیادتر شه، قومایی که از اطراف پیش از آمدن حاجی صاحب پرداخته بودن دیگه باقی مکمل حاجی صاحب پرداختن. ما از حاجی صاحب بزرگوار، از دوستایی که قبل از حاجی صاحب همکاری کردن تشکر و سپاسگزاری میکنم. خداوند در هر جای باشن جور و موفق و سرفراز باشن. سپاس فرمان مولوی صاحب، خداوند آیشه و خیر بده. بندای عزیز، اینجا قاری صاحب عبدالباری پسر مامای ما است، شخصی که متاسفانه پدر بزرگوارشان از همین پول چوبی هفته شهید شد. بین از قاری صاحب بشنویم. قاری صاحب سلام بر شما. شما چقدر وقت میشه؟ ما قراره که در جریان هستم از روزی که سنگ تاداب ماندیم شما اینجا سرگردان هستین. این چی باعث شده که شما زیاد تلاش دارین که این پل ساخته شود و در اخیر پیامتون از کسایی که در این پل کمک کرده چیست؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، تشکر از آقای صاحب تیمورشاه و تشکر دیگه برادرای عزیز که کمک کردند. ما خیلی به این پول ضرورت داشتیم، در 20 خیری که در اینجا است نیاز به همین پول چوبی بود. خدا خیر بده اینا کمک کردن به یک پول بسیار کلان انگفت جور شده است. دیگه خواهش ما که دیگه همین که پول ما خوب صحیح درست جور شود، دیگه ما هیچ آرزوی دیگه نداریم، دیگه آرزوی ما همین بود و آرزوی خود رسیدیم. تشکر زیاد. سپاس فراوان از قاری صاحب. واقعا قاری صاحب به خاطر همون آرامش روحی مامای بزرگوارمان از همون روزی که آغازین یکی سال قریب یکی سال شده است که بیچاره شبانه روزی اینجا تلاش میکنه که این پل تکمیل شود. دیگه ما شاهد کدام حادثه خطرناک، خدای نخواسته شاهد کدام حادثه ناگوار نباشیم. خب همه ما تلاش ما همین است که برای رفع مشکلات جامعه و مردممان تلاش بکنیم. یا چی که ما بسازم، چه مالش بدخشی، چه رئیس شورا باشه، چه قاری صاحب،
هر کس باشه هدف همه من ساخته شدن این پل و کم کردن چالش و مشکلات مردم من بوده. ما یک بار دیگه قبلا از همه برادرایی که قبل از ازی چه بر ما کمک کردن اونا باعث شدن که ما سنگ تدابیر از را بگذاریم، اونا باعث شدن که ما بیشتر اینجا کار بکنیم و اخیرا از جناب آقای صاحب یک بار دیگر صمیمانه خواهشمندیم که تا این دم پیش رفت و ما امیدواریم که هنوز هم دست مولای صاحب و قاری صاحب اینا را بگیرن که بخیر ما تا هفته های بعد شاهد افتتاح پل و خوشحالی مردم و منطقه من باشیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا میسپاریم. سپاس فراوان.